بازدید محمد رضا پهلوی و شهبانو فرح‌دیبا پهلوی از پارک دیزنیلند کالیفرنیا متعلق به کمپانی پارک تفریحی والت دیزنی به هنگام اولین سفر به ایالات متحده آمریکا شکل گرفت. یکی از جاذبه‌های دیدنی کالیفرنیا دیزنیلند. این دیزنیلند اصلی ترین دیزنیلند در جهانه، زیرا که اولیش در سال 1955 توسط خود شخص والت دیزنی طراحی و ساخته و افتتاح شد. در دهه 30 و 40 میلادی والت پس از بازدید از پارک‌های تفریحی مختلف با دخترانش به نخستین ایده ساخت دیزنیلند رسید. تو این سرزمین سرگرم کننده شخصیت‌های معروف کارتون‌های دیزنی و حتی انیمیشن‌های شبیه سازی شده هم وجود دارند و مکانی برای تفریحه که نمیشه محدوده سنی خاصی براش تعیین کرد و از پیر تا جوان، کودک همگی شیفته فضای منحصر به فردش هستند. مین استریت بخشی از دیزنیلنده که مغازه‌ها و رستوران‌های متنوعی داره و از سری تم‌ها و جاذبه‌های شبیه سازی شده میتونیم کروز جنگلی و خانه درختی تارزان که تبدیل به خانه درختی خانواده سوئیسی از فیلم خانواده رابینسون والت دیزنی شده و همچنین خانه دزدان دریایی کارائیب و شهر عروسکی میکی ماوس رو نام ببریم. خب برسیم به قسمت جالب این داستان. اقامتگاه پرشین دیزنی، هتل شبیه به مسجدشاه اصفهان به افتخار شاهنشاه و با سمبل ایران و ایرانی قرار بود در ویستای فلوریدا ساخته بشه. فرم‌های مربوط به این پروژه در سال 1978 نشون داد که شاه ایران محمد رضا شاه پهلوی پیشنهاد بودجه ساخت و بهره برداری پروژه را تعمیر خواهد کرد. واگانی که میبینین مخصوص شاه و شهبانو توسط دیزنیلند ساخته شده و کلمه EP مخفف امپایر پهلوی، شاهنشاهی پهلوی هم روش حک شده که بعداً این واگن به موزه سپرده شد. دیزنیلند شادترین مکان روی زمینه و این جمله شعار این شهر بازیه. از این پارک خاص تنها 7 مورد در جهان ساخته شده که 3 موردش توی آمریکا، 2 موردش در چین و مابقی در ژاپن و فرانسه و هنگ کنگه. و اما چیزی که هوش و عقل از سرمون میپره اینه که قرار بوده اولین دیزنیلند خارج از آمریکا در آبادان توسط محمد رضا شاه ساخته بشه. اما پس از انقلاب جمهوری اسلامی ایران این پروژه تا به اکنون به فراموشی سپرده شده و آبادانی که قرار بود شادترین مکان روی زمین باشه زیر موشک و بمب‌های جنگی قرار گرفت و تا به امروز هم متاسفانه جون نگرفته. لطفاً لایکم کن و نظرتو برام کامنت کن، همشونو میخونم و کانال منو سابسکرایب کن تا کنار هم باشیم برای ادامه ویدیوهای بعدی.